6 نفر هم صنفا هم ما 8 صنف بروندیم رفتیم تکنیکوم بخونده با فندگی و وای گرفته هم ما اونجا شغل کامبینات به کار کردیم 19 سال کار کردیم امی بریگاده رفته پولوش استیاشک کرده وای کردن همون منی نیک خوجان داده پشتانی هم و بیست دیرجانی داده همون رئیس تلفن کرده گفتن که 6 نفر آدم در کار زن سیتکا باندی و سونی من اومدم کارگروی خودم گفته اومدم جای 6 نفر ما 4 کس اومده کاری هم 6 نفر کده دادیم سونی همون که بریگادشون که موندم подземкаҳои ҳамин чандта подземкаи ҳамаша бригади мо пуштагӣ ҳамун подземка мегузарам ҳаркасиша ман бастагӣ гуфта завқам кади гузашта мебуравам خیلی شخص‌ها فقط تنها در دوره‌های یاشی در تلویزیون دوره‌های سیویزنده ساختمان‌ها و کار می‌کردن می‌دیدیم امروز همین روز شد که این خیلی شخص حالیان بودن یگان بار همین شخص ندیدیم که وقتی مردها بعض وقت میشد مردها مانده میشن بعد برابری مردها همکاری میکنن در بین مردها یک زن میباشن که همچون مثل مرد کاربری میکنن منی هم خدایش که منه مقدس سال 50 برو منه مقدس سال است قریب 20 سال است همون استرویکو کار میکنه اول دیگه چی خبودی شال کامبینات با اکون بحث کن آمینه گرم کم کار یونس با کار برای پیرش که پذیره نه معقول نشد با گشت با استرویکش ببره این حالت‌هایی که در کدکس مهنت جمهوری اسلامی وابسته به مهنت زنان سخن می‌رود این امتیاز برای زن‌ها است. سو کارهای زیرزمینی یعنی که در کارهای زیرزمینی وقتی زن کار می‌کند اونجا به نظر میشه سلامتی بنابر همین اگر ما از نقطه نظر عموم اگر نگاه کنیم اگر خودی کارهای ضررناک منع شدنش منفی میکنم به منفیت آنها است. این محدودیت ها بسیارتر اگر ما در تجربه نگاه کنیم اساسا از طرف عائله ها به نظر میرسه یعنی که وقتی که به شوهر میبرند شاید شوهرای آنها چون این طلبات رو میگذارند یا که مثلا با خواهش خودشون یا که از کار میروند از نگاه شریعت این کار مرد و این کار زن معین نشده است یعنی هر کس اساسا دین عرف و عادت مردم رو به اینابت میگیرد در عادت همان مردم کدام کار باشد و قدر استطاعتش اگر کار کرده تواند مرحمت لیکن نفقه اهل و عیال اصلا برداشت مرد است زن هم کار کند خوب است یعنی اگر هر دو عائله را کار کرده آباد کنند بهتر میشه بریدن اوگرو مانتو همه‌های نغز میبینم هر هفته روز یکشنبه عادی کنم شب دوشنبه دیگه این خودم آشتان مونده خودم علاوه کرده خودم آش میکنم چون بچه‌م اکار میبیاد همه مشته یک سری دسترخوان ذوق کرده میخوریم من با یک گله قوت میشد وای